سیدبک نوریدینوف رئیس اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان تجربه 20 ساله فعالیت در این ساحه را دارد. او میگوید بعد قبول قانون شماره ادوکات‌ها در کشور از 3000 نفر به 850 کس رسید. ادوکات‌های باقی مانده امکان خدمت رسانی به همه کارافتادگان را ندارند. در بعضی از مناطق کشور عموماً ادوکات نیست. به علت کمی وکیلان دفاع ده‌ها پرونده جنایی در دادگاه‌های تاجیکستان به شرکت ادوکات بررسی می شود. طبق طلبات قانون باید که ادوکات واقعاً باید که تامین کرده شود. یعنی ادوکات باید که با پیشنهاد کردن اوردر با اون حرکت تفتیشاتی و مقامات تفتیشی و پیشکش می شود و در حالتی که فقط خودی همین گمانبر شده مثلا ایدور شونده حقوق دارد که دست کشد. اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان طرح پیشنهاد را برای تغییر قانون به پارلمان ارسال کرد. حکومت آن را تا آخر سال بررسی می‌کند. تغییر قانون ادوکاتور از طرف کمیته سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی توصیه داده شده بود. حقوق شناسان میگویند در مد اول باید ادوکات‌ها از زیر نظارت وزارت عدلیه بیرون کرده شوند. این نهاد برای دادن اجازت فعالیت هر 2 سال ادوکات‌ها را از سنجش تخصصی می‌گذراند. ثانیاً باید منع فعالیت برای شخصان دارای قانونشکنی‌های خرد بیکار کرده شود. در مجموع لایحه از 17 پیشنهاد عبارت است. عموما ممکن است که قانون مثلا شخص را عموما طریق ابدی از کسب محروم کند. این در یگان جا خیلی نیست. یک متاسفانه در ما این چیز قبول شد. آینی حال بابا نظر و حقوق شناس تاجیک میگوید قانون را تغییر دادن لازم است. باید مقام ادوکات هم در جامعه و هم در تالار دادگاهی کاملا عوض کرده شود. فعلا وکیلان مدافع از دخالت به سیاست و حمایت گمانبران در تروریسم و افراطگرایی هراس دارند. ما کم می‌بینیم که نفر سفید کرده شود، چون که اگر سفید کنند یعنی که گویاییم که این کاری پروکراتورا کاری سلیدوتی منفی است. به قول اعضای اتفاق ادوکات‌های ارسال 17 پیشنهاد تنها قدم اولین است. اگر این پیشنهادها به قانون در تهیه نو وارد کرده شود، ادوکات‌ها به اصلاحات دیگر نیز پایفشاری خواهند کرد. حالا دلخواه مقامات قدرتی می‌تواند به مقابل وکیلان مدافع پرونده جنایتی باز نماید. حقوق شناسان می‌خواهند چون این صلاحیت را تنها دادستانی کل داشته باشد. این تغییرات امکان احتمال فشار را از جانب نمایندگان حفظ قانون و ترتیبات از بین می‌برد.